پاینده ایران، درود به همه شما عزیزانم. امیدوارم تنتون سالم باشه و سال کشاورزی خوبی داشته باشید. قبل ورود به ویدیو عرض تسلیت دارم به همه شما، به ایران عرض تسلیت دارم. امروز 29 40 روز و 41 روز از اون ماجراهای اخیر گذشته، هممون ناراحتیم، اما نمیخوام به سیاست اینا ورود کنیم. کانال کشاورزیه و ما هدفمون اینه تولید رو افزایش بدیم، تولید رو پایدار بکنیم، کشاورزی سالم و پایداری داشته باشیم. یه تغییر کوچیکم تو ویدیوها داریم از این به بعد، چون اینترنت پایدار نیست، ضعیفه، شما نمیتونید ویدیوهای طولانی ببینید. من میخوام ویدیوها رو کوتاه‌ترش کنم و اون بخش عملی ویدیوها رو که زمان ویدیو رو بیشتر میکرد، اون بخش رو میخوام حذفش کنم. اون چی که شما نیاز هست بدونید رو شفاهاً بهتون توضیح میدم. لطفاً یه دفترچه چیزی بغلتون باشه، اینا رو یادداشت کنید. ممکنه بعداً دیگه اصلا من این کار رو کلاً تعطیل کنم یا اصلا اینترنت نداشته باشیم یا شما دل دماغش نداشته باشید. پیشنهاد میکنم تو این یک ماه اخیر که من سعی میکنم هر روز یا یه روز در میان ویدیو داشته باشم، این مواردی رو که عرض میکنم اینو جدی بگیرید و یادداشت بکنید، خیلی مهمه. امروز میخوایم در خصوص بار ندادن درخت میوه با هم صحبت کنیم که چه عواملی باعث میشه درخت شما میوه نمیده. البته اینو باید بدونید، درختان مختلف، این میتونید بگید یک، اولین علت اونجا توی کتابتون تو دفترتون بنویسید. دلیل اول اینه درختان در آب و هوای مختلف سن رشدشون و به بار نشستنشون تغییر میکنه. ممکنه من یه درختی رو اینجا بکارم، برای مثال من اینجا گلابی بکارم، گلابی من 3 ساله به بار بشینه، شما یه درخت گلابی بکارید 5 سال بشه اما به بار نشینه. اون مسئله آب و هوا خیلی شرطه. نگهداری رو همه کارش انجام دادید، نهالم یکیه، ولی آب و هوای اینجا به اون درخت میسازه. تو شهر شما، تو باغ شما، او آب و هوا اونچنان بهش نمیسازه، درخت افتان خیزان داره رشد میکنه. این اولین علته. این چیزی نیست که شما بتونید تغییر بدید. دلیل دوم مرغوب نبودن نهاله. به همین دلیل من توی این کانال همیشه تاکید میکنم و آموزش هم دادم که شما چطور خودتون نهال تولید بکنید. هر نهالی که شما بخواید تولید بکنید، من روش کاشتشو اینجا آموزش دادم. خیلی ساده. میتونید مثلا میخواید انگور اگر تکثیر کنید، بنویسید روش تکثیر نهال انگور باغبانی با حامد. هر سوالی که دارید یه باغبانی با حامد پسفندش اضافه کنید، یوتیوب اونو بهتون پیشنهاد میده. تو قسمت سرچ اینجوری سرچ کنید با پسفند یا پیشفند باغبانی با حامد بپرسید. شما اگر خودتون بخواید نهال تولید کنید، شاید یه 2 سالی کارتون عقب بیفته. یعنی شما امروز که میرید نهال میخرید، اون نهالیه که یا 1 سال قبل یا 2 سال قبل یک کشاورز یا یه باغبان دیگه اقدام به تولید اون کرده، فقط شما 2 سال عقبید. اما این 2 سال و بعد از اون رو دارید با اطمینان پیش میرید. اما اگر شما برید حالا یه جا نهال فروشی از یه نهال فروش نهال بخرید، الانم که الا ماشاءالله همه دنبال زدن جیب هم دیگه هستن. خیلی از نهال فروشان، نمیخوام کسی رو تخریب کنم، من دارم واقعیت رو میگم که شما با این واقعیت هم آشنا هستید. اگرم براتون پیش اومده نظرتونم بگید. اگر خلاف اون چی که من هست میگم هم نظرتون رو برام بنویسید که دیگران از این نظرات نفعی ببرن. الان خیلی میرن نهال میخرن و میارن میفروشن و با این قضیه کاسبگونه برخورد میکنن. یعنی میرن دنبال جایی که بتونن نهال ارزانتری بخرن. اون نهال ارزانتر رو میبرن هر جایی هم که دارن نهال میفروشن،
از هر شهری نهال گیرشون بیاد میارن. یعنی اینطوری نیست که از همون شهر و همون منطقه نهال تهیه کنن، میرن از هر جایی که شد نهال ارزونتر میگیرن میارن اینجا، بر روش تعریف و تمجید و اینا بهتون میفروشن. بس شما اگر خودت نهال تولید کنی خیلی بهتره. اما اگر میخوای بری نهال بخری، حتما باید بری از تولید کننده بخری، از کسی که تو شهر خودت داره تولید میکنه بخری، و حتما برو نهالی رو بخر. یعنی تصمیم بگیر باغی احداث بکنی که اون باغ در منطقه شما جواب داده. شما میای توی اینستاگرام یا توی یوتیوب ویدیوهایی میبینی در خصوص میوه های جدید. میوه جدید بد نیست، خیلی هم عالیه. اما اینکه شما از شهر پاشی بیای تو روستا زمین بخری و فکر کنی اون روستایی‌ها و کشاورزا همه احمقن و شما تنها کشاورز زرنگ هستی که میای یه چیز جدید پرورش میدی، مثل بلوبری پرورش میدی و میلیاردر میشی، اینا همه اینستاگرامیه، اینا همه توهم سازی اینستاگرامیه. مثل آلوویرا، یه سری اومدن با عقل مردم اینطوری بازی کردن، فقط نهالهای آلوویرا رو دستشون مونده بود و همه رو فروختن. الان تمام کسایی که آلوویرا کار کردن کلی متضرر شدن. بس شما باید بری، اگر تو منطقت همه دارن آلو میکارن آلو بکار، یا کیوی اگر میکارن کیوی بکار. یه سری همون یکی دو سه سال پیش بود، یکی بهم پیام داده بود من باغ کیوی دارم میخوام خرابش کنم یه چیز دیگه بکارم. من 2 تا کامنت برش دادم، ازش خواهش کردم، منت کردم آقا این کار رو نکن. اگر 1 سال میبینی بازار یه محصول خرابه یا بازار ضعیفه، صبر کن، سال بعد خوب میشه. خیلی ها مثلا یه سری رفتن درختای سیب رو قطع کردن، الان سیب کمه تو بازار، قیمتش رفته بالا، یعنی هم قیمت گلابی شده. و شما اون روزی که میخوای نهال بخری به این فکر نکن که تو میوه فروشی کدوم گرونتره، به این فکر نکن که کدومو بکاری سود بیشتری بکنی. باید اول به این فکر کنی اون درختی که داری میخری و میکاری به منطقه و آب و هوا سازگار باشه یا نه. شما یه جایی میری یه میوهی میکاری بدون سمپاشی هم بهت محصول میده. مثلا کیوی یه نمونهش، کیوی یکی از اون درختاییه که فقط سال 1 بار نیاز به سمپاشی داره، یعنی آفت و حشره خاصی بهش نمیزنه. یا اگر تصمیم داری گلابی بکاری، گونه های جدید گلابی الان در اومده که فقط سال 1 بار نیاز به سمپاشی داره و اینو باید با یه کارشناس مطرح کنی یا حتی کامنت بذاری، من راهنماییت میکنم. حالا درختی که کاشتی چرا محصول نمیده؟ شما ممکنه این درختی که کاشتی رو تو مسیر باد کاشتی، یه جایی همیشه درگیر با باده، همیشه درگیر با تکون خوردنهای پی در پی. شما اگر میبینی توی یه شهری درخت انار یا درخت زیتون میکارن، همیشه باد هست ولی کاری بهش نداره، اون ربطی به این نداره که شما هر جایی بتونی درخت بکاری در مسیر باد و این خراب نشه، میوهاش نریزه. یه جایی هست باد اونقدر شدیده، مخصوصا تو فصلی که درخت میخواد شکوفه بده، همه شکوفه هاشو میریزه. حتی باران، آب گرفتگی. شما درخت اگر میخوایی بکاری باید قبل از کاشتن فکر زهکش اون درخت رو بکنی. باغت آبگیر نیست، اما تو فصلی، تو روزهای از سال وقتی بارون میاد یه وجب آب اونجا جمع میشه، یه 4-5 روزم طول میکشه تا این آب به خورد زمین بره. همین 4-5 روز آبی که اونجا میمونه کافیه که تو فصل بهار شکوفه های روی درخت تو عقیم کنه، شکوفه ها رو نارس بریزه پایین. همین مربوط به آبیاری هم میشه. وقتی درختت شکوفه داره شما دیگه آبیاری نباید بکنی. آخرین مرحله آبیاری رو باید 10 روز قبل از اینکه درختت شکوفه بده انجام بدی. شما حالا اگر نمیدونی کی شکوفه میده، اگر وقتی شروع به جوانه زدن کرد، بعضی درختها اون اول اون جوانه هاشون در میاد، بعضی اول شکوفه در میاد. تو همون روزای اول ابتداییش وقتی که شروع شد، برو خاک زیر درخت و اندازه 1 وجب بکن.
اندازه 10 سانت بکن. اون یه وجب اولیه، اون 10 سانت اولیه این اندازه اصلا مهم نیست. یه اندازه بکن، بعد برو زیرش اون خاک دستت مشت کن. اگه خاک رنگش با خاک سطح فرق داره، اگه تو دستت مشت میکنی خاک به هم میچسبه، اون رطوبت کافیه دیگه، بهش آب نده. اما اگر دیدی اون 10 سانت هم کندی هنوز خاک خشکه و درخت تازه داره جوونه میزنه، یه دور آب بده. یا هنوز تازه جوونه نزده، یه دور آب بده، بعد دیگه آب نده، صبر بکن. معمولا بهار بارونم میاد، اما اگه بارون نیادم خوش به حالت. مغز زمین آب داره، شما آبیاری کردی اون مغز زمین تو بهارم خنکه، تا 1 ماه اون آب برش کافیه. گول نخوری هنوز میوه تشکیل نشده بازم آب بدی. این اشتباه رو کیا میکنن؟ اونایی که 4 تا درخت و حیاتشون دم خونه دارن. هر وقتی میخوان حیات بشورن شلنگ میگیرن پای درخت و آب میدن. این درختها بار نمیده، چه مرکبات باشه، چه آلو و گلابی و اینا باشه. مسئله دوم سمپاشی کردنه که یا اصلا سمپاشی نکنی یا بد موقع سمپاشی بکنی همه شکوفا از بین بره. یه مسئله دیگه گرد افشانیه. درختها بایستی نرو ماده طور، نمیشه گفت نرو ماده، میتونه 2 تا درخت ماده کنار هم باشه، مثلا برای گیلاس آلبالو باشه، برای هلو آلو باشه. بعضی درختها نیاز ندارن، ضروری نیست، ولی بعضی درختها مثل گلابی، مثل آلبالو، مثل گیلاس، یه درخت برای گرد افشانی بغلشون باشه خیلی لازمه و ضروریه. من تک به تک در مورد همه اینا ویدیو ساختم. در مورد هر کدوم سوال اگر داشتی سرچ کن پیدا میکنی. بعد روش های جدیدش هم تو روزهای آینده حتما میگم. امروز هم اینجا هوا ناجور بودم، من خیلی کار داشتم دیگه، دیر شد، الان داره اذانم میزنه. روز اول ماه رمضان هم هست و به مسلمانان، اونایی که روزه میگیرن، بهشون تبریکم عرض میکنم. به هر صورت گرد افشانی هم یکی از دلایلش میتونه باشه. بعد موقع کود دادن یا اصلا کود ندادن هم یه دونه از دلایلش میتونه باشه. البته اگر خاک باغتون یا باغچه‌تون مرغوب باشه، یه غنای حداقلی داشته باشه، نیازی به کودم نداره. اصلا کودم ندادی میوه میده. حتی به درشت و ریز بودن میوه هم ربطی نداره. شما فقط کود مهمه، تو 3-4 سال اول حتما باید بدی تا درخت جون بگیره، درخت قوی بشه. بعد از اون 1 سال اصلا کودم نداشتی و ندادی هم مهم نیست، اونقدر مهم نیست. و دیگه چی میتونه باعث بشه بار نده؟ اما آفت قارچیه، آفت حشراته که گفتم باید سمپاشی انجام بدی. در غیر این صورت ها هیچ چیزی نمیتونه باعث بشه درختت بار نده. اگر درختی داری که این مسائل رو رعایت میکنی اما میوه نمیده، توی این ماهی که پیش رو داریم فرصت داری، پیوند کردنشو من آموزش میدم. اون درخت رو قطع کن، روش پیوند بزن. فکر نکن 3-4 سال زحمتش کشیدی حالا حیفه. هر سالی که پاش بخوای وقت بذاری حیفتر میشه. هرچی زودتر پیوند روش انجام بدی بهتره. اگر نهالت مرغوب باشه، نهالت خوب باشه و موقع کاشتن اون اصول اولیه زهکش و کاشتنش رو رعایت بکنی، یعنی کنار یه دیوار نکاری، کنار جایی که پر آب نکاری، هیچ چیزی نمیتونه باعث بشه که درختت میوه نده. امیدوارم این ویدیو به کارتون اومده باشه. من چون عجله داشتم و خیلی وقت بود ویدیو هم نساختم، ممکنه یه چیزایی رو از ذهنم رد شده باشه. صدای اذانم آدم حواسشو پرت میکنه. به هر صورت من باز چیزی یادم بیاد ویدیوی دیگه میسازم، همراهتون هستم و تصمیم دارم از حالا به بعد تا وقتی اینترنت داریم هر روز یه ویدیو خدمتتون داشته باشم. شما رو به خدا میسپارم تا فردا، تا دیدار بعد.